اختراع دیگری نهضتی‌ها در تاجیکستان باچکا زندان‌ها بودند. آنها سیسترن‌های آهنین آب یا بنزین و کرosین را گرفته آدمان را درون آنها در سخت‌ترین شرایط زندان می‌کردند. گاه در یک بشکه آهنین حجمش 1-2 تانگی تا 8-10 نفر را انداخته در آن را قلف می‌کردند. زندانیان بشکه از گرمی طاقت فرسا، نرسیدن هوا و بوی گاز نجاست نفسگیر شده می‌مردند. اکثر وقت آدمان بیگناه را در این بشکه‌ها جایگیر نموده با سنگ و آهن‌پاره‌ها سخت ضربه می‌زدند. از صدای آن پرده گوش بازداشت شده ها می‌درید. آنها از فشار روحی یا از عقل بیگانه می‌شدند یا دل و رگ‌هایشان می‌کفید و از دنیا رحلت می‌کردند. چون این بشکه زندان‌ها را قماندان‌های نهضتی از قبیل شیخ یاریبک، ملا عبدالله، رحمان گیتلر و منصور برای شکنجه و کشتار مردم بیگناه در شهر و ناحیه‌های رشت، لخش، سابق جرگتال، نورآباد و وحدت وسیع استفاده می‌بردند. چندین عدد از این بشکه‌های آهنین که همچون زندان نهضتیان استفاده می‌شدند، هنوز هم در آن منطقه‌ها همچون مجسمه ظلم و استبداد این گروه ظالم باقی ماندند. کسی که به اشتباه راه داده است بخشیدن ممکن است، ولی کسی که خیانت کرده است بخشیده نخواهد شد.